بررسی حادثه غدیر خم، پژوهش درباره واقعه غدیر خم و تحلیل حدیث من کنت مولاه. فرقه رافضه بر اساس حادثه غدیر خم و روایات ساخته و بافته دیگر کوشیدند که بر امامت علی ابن ابو طالب رضی الله عنه استدلال کنند. اینک با دید تحقیق و عمیق به بررسی این مسئله میپردازیم تا حقیقت آن را روشن سازیم. رافضه حدیث غدیر را برای دو هدف اساسی به کار میبرند. یکم اثبات امامت علی رضی الله عنه، دوم طعنه زدن بر اصحاب کرام. اما پیش از هر چیز باید دید که آیا این حدیث از نگاه علمی حدیث ثابت شده است یا نه. در این بخش سه مسئله کلیدی را بررسی خواهیم کرد: ضعیف یا صحیح بودن حدیث من کنت مولاه، متواتر یا آحاد بودن این حدیث، در صورت صحیح یا متواتر بودن آیا این حدیث بر امامت دلالت میکند. بسیاری از دانشمندان علم حدیث این روایت را ضعیف دانستند. اینک اقوال ایشان: ابو حاتم رازی امام جرح و تعدیل این حدیث را ضعیف میدانست. فخر رازی صاحب تفسیر التفسیر الکبیر از ابو حاتم رازی آورده است که یعنی ابو حاتم رازی حدیث را ضعیف میدانست. امام قرطبی چنین نگاشتند: حدیثی من کنت مولاه متواتر نیست و در صحت آن اختلاف نظر است. ابو داود و ابو حاتم در این باره اظهار طعن کردند. آمدی در ابکار الافکار میگوید این حدیث آحاد است و ابو داود و ابو حاتم آن را ضعیف دانستند. شایسته توجه است که این دانشمندان فخر رازی، قرطبی و آمدی همگی پیش از ابن تیمیه بودند. تأکید بر این نکته از آن جهت ضرور است که رافضه ادعا میکنند که گویا ابن تیمیه نخستین کسی بوده است که این حدیث را ضعیف شمرده است. ابن حجر هیثمی در الصواعق المحرقه گوید حدیث متواتر نیست و ضعیف است. جماعت از محدثین آن را با وجود آحاد بودنش ضعیف دانستند. ابو داود و ابو حاتم و دیگران ضعیف دانستند. اینچنین ابراهیم حربی دانشمند بزرگ حدیث این حدیث را ضعیف میدانست. ابن تیمیه در منهاج السنه آورده است که بخاری، ابراهیم حربی و گروهی از دانشمندان حدیث این حدیث را ضعیف دانستند. بیهقی در کتاب الاعتقاد چنین بیان داشته است: اما حدیث من کنت مولاه در حال صحیح بودن سندش بر خلافت دلالت نمی کند. ابن حزم در کتاب الفصل فی الملل می گوید حدیث من کنت مولاه صحیح نیست. فخر رازی در نهایت العقول گفته است ما این حدیث را صحیح نمی دانیم. محمد ابن یعقوب فیروزآبادی در الرد علی الرافضه بیان داشته است حدیث من کنت مولاه صحیح نیست و از راه باوری بخش نیامده است، اما علاوه والی من والاه دروغ است و ارزش رنگی را ندارد که در نوشتنش استفاده می شود. امام زیلعی حنفی در نصب الرایه فرموده است چقدر احادیث است که راوی های زیاد روایت کرده و صحیح نیست، مثل من کنت مولاه. آلوسی در تفسیر روح المعانی در خطاب به رافضه می گوید تو میدونی که اخبار غدیر طبق فهم شما امر به خلافت است. نزد اهل سنت این حدیث صحیح نیست و مولا را به معنای خلافت و امامت قابل قبول نمیدانند. بشار عواد عالم معاصر در تحقیق تهذیب الاحکام گفته است تمام راه‌های این حدیث ضعیف است. آن را کدام از اهل خراسان بافته است. بررسی متواتر یا آحاد بودن حدیث. در ابتدا باید یادآور شد که رافضه خود احادیث آحاد را در مسائل عقیده حجت نمیدانند. ابوبکر ابن زنجویه که عالم حدیث و جرح و تعدیل بوده و ابن کثیر او را عالم بزرگ دانسته است در کتاب الروض العنیق فی اثبات امامت ابی بکر الصدیق آورده است اهل علم در صحیح بودن یا نبودن این حدیث یعنی من کنت مولاه اختلاف دارند. چنان که بیان شد گروهی از دانشمندان حدیث این حدیث را صحیح دانستند و گروهی دیگر آن را ضعیف شمردند، اما در ضعف جمله والی من والاه اجماع دارند. این حدیث از سه جمله عبارت است. جمله اول من کنت مولاه در صحت آن اختلاف است. جمله دوم والی من والاه با اتفاق ضعیف است. جمله سوم وانصر من نصره واخذل من خذله با اتفاق دانشمندان بافته است. امام قرطبی درباره این حدیث گفته است این حدیث متواتر نیست و در صحت آن اختلاف است. جوینی در الارشاد می گوید رافضیان از اثبات کردن امامت ناامید شده دست به احادیث آحاد و غیر ثقه
یعنی نامعتمد زدند. امام فخر رازی نیز این حدیث را ضعیف می‌داند. آمدی در ابکار الافکار فرموده است این حدیث آحاد است. در شرح المقاصد امام تفتزانی گفته است حدیث آحاد است گرچه رافضه عناد دارد. بسیار محدثان بر صحت آن شک داشتند. محدثان چون بخاری، مسلم و دیگران این حدیث را روایت نکردند. صاحب الصواعق المحرقه نیز آن را آحاد دانسته است و در جای دیگری کتابش میگوید با وجود آحاد بودنش در صحیح بودن آن اختلاف است. بعضی دانشمندان آن را متواتر دانستند، لکن این تواتر ظنی است چون گروه زیادی علما آن را آحاد دانستند. خلاصه وقتی در صحت حدیث اختلاف باشد این حدیث قطعی حساب نمی شود بلکه ظنی حساب می شود. یعنی ما نمی توانیم جزما این حدیث را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت دهیم. تحلیل دلالت لفظی. آیا مولا به معنای امامت است؟ کلمه مولا در لغت عرب معناهای بسیار دارد. ابن الاسیر در النهایه فی غریب الحدیث والاثر میگوید در احادیث نبوی واژه مولا به تکرار ذکر شده است و آن نام است که بر جماعت بسیار اطلاق می‌گردد. این واژه بدین معنی ها آید: رب، پروردگار، مالک، صاحب، سید، خواجه، سرور، منعم، نعمت بخش، معتق، آزاد کننده، ناصر، یاور، محب، دوستدار، تابع، پیرو، جار، همسایه، ابن عم، پسر عمه، حلیف، همپیمان، عقید، همقرار، سحر، داماد، عبد، بنده، معتق، آزاد شده و منعم علیه، نعمت یافته. باید از پیروان رافضه پرسید که از میان این همه معناهای متعدد بر کدام اساس کلمه مولا را تنها به معنی امام یا خلیفه تفسیر می کنند و با کدام دلیل بر دیگر معانی آن ترجیح می دهند. سبب ورود حدیث. برای فهم درست هر حدیث دانستن سبب ورود آن ضرور است، چرا که این در درک صحیح مراد کمک بسیار می کند. امام احمد از بریده رضی الله عنه آورده است که گفت من همراه علی در یمن جهاد کردم و از او جفا دیدم. چون نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم علی را یاد کردم و او را کم شأن کردم. پس دیدم که چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم تغییر یافت و فرمود ای بریده آیا من برای مؤمنان از جانهایشان اولاتر نیستم؟ گفتم آره ای رسول الله. فرمود هر کی را من مولای اویم پس علی نیز مولای اوست. سوالهای مهم درباره غدیر. چرا روایتی از علی درباره عید بودن روز غدیر نیامده است؟ اگر چنین روایت موجود است پس در کدام خطبه نهج البلاغه آمده است؟ برعکس در نهج البلاغه میگوید که مرا آنان اختیار کردند که ابوبکر و عمر را انتخاب کردند و شورا از مهاجر و انصار است. چرا اینجا غدیر را نگفت؟ چرا به سعد وقاص و ابن عمر و دیگر اعتزال کرده ها غدیر را یادآور نشد؟ فرزند علی خاکسار بود، چرا عمار و مقداد حدیث غدیر را نشر نکرد؟ تا حتی علی صریحاً گفت انتخاب خلیفه حق مهاجر و انصار است. علی 5 سال حکومت داشت. در کدام سال این حکومت داریش عید غدیر را جشن گرفت؟ اگر بیعت غدیر اینقدر مهم می بود چرا قرآن کریم باری هم به آن اشاره نکرده است؟ در حالی که قرآن به بیعت رضوان اشاره کرده است که یک امر موقت بود، ولی غدیر گویا امر امامت تا قیامت را در بر می گیرد. حتی قرآن به بیعت زنان اشاره کرده است، لیکن اشارت به امامت که از صلاح دین و دنیاست در آن دیده نمی شود. قرآن درباره ابولهب آیت نازل کرد، درباره مگس، گاو، زنبور عسل و مرچه سخن گفته، اما درباره امامتی که مذهب رافضه دعوا دارد چیزی نگفته است. آیا می توان پذیرفت که ابولهب از امامت ضرورتر باشد؟ آیا ممکن است موضوع حساس چون خلافت به یک حدیث اعتماد کند که واژه کلیدی در آن یک چند تفسیر دارد و حدیث آحاد است و ضعیف؟ مسلمانان در روایت جزئیات حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی دقیق بودند. اگر تنصیب یا تبلیغ در مسئله امامت می بود چگونه صدها هزاران نفر از آن غافل ماندند؟ حسن ابن علی نیز 6 ماه حکومت داشت. آیا عید غدیر را جشن گرفته بود؟
آیا روایاتی از حسین در باب غدیر موجود است؟ چرا در صحیفه سجادیه عید فیتر و عید قربان ذکر شده است ولی یاد از عید غدیر نیست؟ اگر گفته شود که فراموش شده است، باید گفت که امام معصوم است و حتی سهو در حق او روا نیست. پس چرا این عید در آن نیامده است؟ خلاصه، چنانچه تحلیل ها نشان می‌دهند حدیث من کنت مولاه در ورودش از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم محل اختلاف است. این مرتبه حدیث از لحاظ آحاد یا متواتر بودن نیز محل خلاف می باشد. در اینجا قطعیت آن زیر سؤال می رود. از لحاظ معنا نیز به آنچه رافضه می خواهد دلالت نمی کند. پس بر اساس اصول علم حدیث و قواعد شریعت اسلامی استدلال به این حدیث برای اثبات مسئله امامت نمی تواند قطعی و معتمد باشد.